یکی بود یکی نبود، دیر خدا بود هیچ کس نبود، صندول مندول هپه اندول. سلام عرض میکنم خدمتتون. احوال شما چطور مطوره؟ خوب و خوش و سلامت ملامت هستین انشالله؟ چه خبر مبرا؟ رفقا، مفقا، اقوام، مقوام همه خوب موبن؟ بازم ما خدمت رسیدیم با رادیو مادیو پیک میک. جدیدن میدن یه چیزی افتاده تو دهن مهن ما، ولکن ملکن هم نیست. آها یه ترانه مرانه پخش کن تا ما یه ریستارت میستارتی بکنیم ببینیم چطور متو میشه. هیچی دیگه، جاتون خالی. دیروز رفتم تو لابی طبقه همکف برج بلند دموکراسی، دیدم یه جمعیت میلیونی همیشه در صحنه تو صف رأی دادن وایسادن، دارن اعضای شورای شهر تهران رو انتخاب میکنن. اصلا جای سوزن انداختن هم نبود. یکم لابلاشون چرخیدم، زور چپون برو کنار نفتی نشی، خودم رسوندم به آسانسور، رفتم یه طبقه بالاتر، دیدم یه 20 اندی نفر شدن شورای شهر. به به، چه شورایی جوون، چه متخصصین شهری. دوباره پریدم تو آسانسور، دکمه رو فشار دادم، یه طبقه رفتم بالاتر، دیدم یه چند نفری دکتر، مهندس، کاسب جمع شدن میخوان شهردار تهران بشن. دوباره برگشتم تو آسانسور برج بلند دموکراسی و دکمه رو زدم، رفتم یه طبقه بالاتر. یهو دیدم یکی از کاندیداها انصراف داده، باز یه طبقه بالاتر یکی دیگه شون انصراف داده بود. دیگه طبقه ششم هفتم برج بلند دموکراسی بودم که چشمتون روز بعد نبینه. متوجه شدم ای دل غافل، کلا یک کاندید برای شهرداری بیشتر باقی نمونده. یعنی اعضای بیچاره بینوای شورای شهر مجبورن از بین یک گزینه فقط یک نفر رو انتخاب کنن. دوباره برگشتم تو آسانسور، یه طبقه دیگه هم رفتم بالاتر، دیدم هیچکی نیست. شهردار منتخبم نبود، شورای شهری هم نبودن، اصلا سوت و کور، خلوت، خالی. گفتم بذار ببینم چه خبره اینجا، که دیدم بله، تو آخرین طبقه برج بلند دموکراسی یه عده آخوند و اطلاعاتی نشستن دور هم، میگن زرشک این واسه ما شهردار بشو نیست، برین یکی دیگر رو بردارین بیارین، و حکم شهرداری رو به اسم نجفی صادر نمیکنن. الانم صدای من رو دارین از خرپشته برج بلند دموکراسی میشنوین. تا لحظات دیگه خودمو پرت میکنم که هم شما شنوندگان عزیز از دست من راحت بشین، هم من از دست برج بلند دموکراسی خلاص بشم. قدرت عشق و عشق قدرت، مدرنیته یا سنت، تو محور شرارت، ژیان و عشق و سرعت، مسکن رنج و درد به صورت قرص و گرد. شما نهار نداری جاش میخوریم کیک زن، انتخابای تستی، ازدواجای قسطی، 2000 ته گنجه بود فرستادیم فلسطین. موفقیت تضمینی، موزیک زیرزمینی، دکتر قلب نمیخوان، جراح فک و بینی، غیرت سیب زمینی، توسعه سبک چینی، دموکراسی دینی، پیتزا یا قرمه سبزی. حالا من نمیخوام خاطرتون مکدر بشه ها، ولی تو همه جای دنیا رسم اینطوریه که وقتی یک مسئول دولتی یه تخلف کوچیک میکنه، پاچه‌هاشو در میارن میکشن رو پیشونیشو، با کلی رسوایی از کار برکنار و مجازاتش میکنن. ولی خب تو برج دموکراسی که شما ازش بالا پایین میرین، هفته پیش از سردار خالیباف به پاس 12 سال فساد کلان و گازنبوریش در شهرداری تقدیر و تشکر جانانه شد. کیک تولد و لوح یادبود و مجسمه یادگاری و سوت و کف و جیغ و هورا. لوح تقدیر و 600 سکه بهار آزادی بیان همراه با یک طناب دار بلورین تقدیم میشه به آیت الله صادق لاریجانی به پاس سالها خدمتش در قوه قضاییه. لطفاً یکی از بزرگان اصلاحات بیاد بالا برای اهدای جایزه. آیه خبرنگاری لنز تو از تو چشم و دماغ ما در بیار، برو عقب طرف. بله، لوح تقدیر و دیپلم افتخار تیر ترقه بازی و 600 خودروی پلاک نشده همراه با گوی زرین قمپوز درکنی تقدیم میشه به فرمانده سپاه پاسداران. بزن اون دست قشنگه رو. بله، اون اصلاح طلبای ته سالن محکم‌تر تشویق کنن لطفا. متشکرم.
لوح تقدیر فوق دیپلم افتخار و 3 دانگ سند برج بلند دموکراسی تقدیم میشه به مقام عظمای ولایت به پاس 1 عمر دن به دستگاه مملکت و تبدیل حکومت به فاضلاب. بزن آقا، بزن آقا، دست بزن. بله دست بزن. نواهای امام محکم‌تر تشویق کنن. بزن آقا، دست بزن. نه غیر نده آقا، دست بزن. نه میگم غیر نده. بشین سر جات، بشین رو صندلی. آقا معلومه اصلاح طلبی ها. آقا به چه زبون بهت بگم آخه؟ چطور نمیخونی تو از نگاه من که با نگات داره یه عالم سخن؟ با خط این نگاه تو نیستی آشنا، زبون زرگری برات میگم بیا. دوزو سزه تزه دازار زمزه، دوزو سزه تزه دازار زمزه. آقا چند روز پیش کنسرت برگزار شد تو اصفهان که از در و دیوارش همینجوری منشور حقوق بشری میریخت. ملت غرق بزن و به رقص بودن، اما از نوع امنیتیش. اینطوری که چند تا فاتی کماندو و اکبر باتوم وسط جمعیت تو کنسرت میچرخیدن و تذکرات منکراتی میدادن. فقط این صدای ساز و میکروفون انقدر زیاد بود که نذاشت بفهمیم دقیقاً اینا چی میخواستن لابلای ملت و چه تذکراتی میدادن. بارم همسایه‌ها خوابن، 2 انگشتی دست بزنه. زشته. اخوی الو بشین سر جات، بشین رو صندلی. آخر نده آقا، به دل و عظما رحم کن. اخوی موهات درست کن. این چه سر و وضعیه واسه خود درست کردی آقا بش خانم بشین. ای بابا چرا گوش نمیده؟ خجالت بکش. با اسفا، با دل و عظما. بده من ببینم اون میکروفونو، بده من بهت میگم. خودت میخوای بری خاطرشی اما دلت میسوزه، تظاهر میکنی عاشقمی این بازی هر روزه. نترسادم دم رفتن همش دلشوره میگیره، یه روز بگذره این دلشوره ها از خاطرت میره. بهت قول میدم سخت نیست لااقل برای تو راحت باش، دورم از تو و دنیای تو راحت باش. هیچ کس نمیاد جای تو دلشوره دارم من. خب بریم یه خبر علمی آشپزی رو هم بهتون بدیم. میگن محققان دانشگاه تهران با همکاری چند تا محقق سوئدی و اسپانیایی 3 گونه جدید ماهی تو ایران کشف کردن. بعد اسمشون رو گذاشتن سیاه ماهی فردوسی و سیاه ماهی شجریان و سیاه ماهی مختوم قلی. خیلی خیلی به رستوران ما خوش آمدید قربان. بفرمایید چی میل دارین تا دستور تهیه‌اش رو بدم؟ داش فعلا بپر یه لیوان آبدو خیار تگرگی بیار، هلاک شدیم تو این گرمای خیابون. قربان ما اینجا آبدو خیار سرو نمی‌کنیم. آبدوغ لاریجانی داریم، اگه میل دارین بیارم خدمتتون. چی؟ آبدوغ لاریجانی دیگه چه صیغه‌ایه؟ یه نوع جدیدی از خیار کشف شده. ما به احترام زحمات شبانه روزی قوه محترم قضاییه اسمش رو گذاشتیم لاریجانی. حالا آبدوغ لاریجانی بیارم خدمتتون؟ نه بابا از این آتشخالا نیاری واسمونا، برو همون آبدوغ خالی برده بیا. بله حتما. غذا چی میل دارین؟ یه چیزی بیار سیرمون کنه دیگه. توصیه امروز سرآشپز ما سبزی پلو با مصباح یزدی. سبزی پلو با چی؟ مصباح یزدی. اون دیگه چه کوفتیه؟ محققین حوزه علمیه نوع جدیدی از ماهی آبشور رو کشف کردن که به احترام مراجع تقلید اسمشو گذاشتن ماهی مصباح یزدی. مردشور محققینتون رو ببرن. داش بی خیال برو یه پر سوسیس بندری بیار، شکمو به قارقور افتاد. بله قربان، ولی ما سوسیس بندری نداریم. محققین یه نوع سوسیس جدید کشف کردن به احترام مداحان اسمشو گذاشتن سوسیس حدادیان. گرفتی ما رو. ببخشید زرشک پلو با رفسنجانی میل دارین؟ برو از جلو چشام دور شد تا نفلت نکردم. فلافل احمد خاتمی؟ بهت میگم در برو دیگه. خورشت آتش به اختیار؟ برو بهت میگم میام تو میذارم بچه پر رو مثلا اینجا سیخش کنی. پرونده های این مله ها رو، این پاسدارا رو، بسیجی ها رو، اسمر به دست حشمت حیا. ای دل چه دیدی کار خدا رو؟ آخه قدرت تویی یا من، شوکت تویی یا من، سیده رو به حشمت بسپار چلوندنش با من. خبر اومد از وزارت آموزش و پرورش دیوانه‌خانه آخوندی که آره از این به بعد شرایط استخدام عوض شده. الان تو بخشنامه یه سری مشکل و معلولیت و مریضی ذکر شده که اگه داشته باشی استخدامت نمی‌کنن.
چه مشکلاتی؟ الان عرض میکنم خدمتتون. البته اینم بگم که شوخی هم نیست، جدی جدیه. مثلا ذکر شده قد کوتاه. آره قد کوتاه. اگه قدت کوتاه باشه نمیتونی معلم باشی، نمیتونی استخدام آموزش و پرورش بشی. اصلا از قدیم گفتن معلمی شغل نردبوناست. معلم باز قد بلند باشه، سیکس پک، چارشونه، دور بازو 120، فیگور بگیره واسه دانش آموزا همشون فر بخورن. یا مثلا گفتن جوش صورت. اگه کسی صورتش جوش داشته باشه دیگه نمیتونه معلم بشه. چرا؟ خب این سوال خوبیه واقعا. چرا؟ جوش صورت چه ربطی به شغل آموزگاری داره؟ دیگه چیا؟ بذار ببینم. لهجه غلیظ، کم شنوایی، کم بینایی، سرطان، ناباروری. خب گویا کلن آموزش و پرورش تصمیم گرفته موجودات بی عیب و نقص و فول آپشن و ژن خوبا رو استخدام کنه. الان ما امیدواریم که این بخشنامه مالیده بشه، وگرنه اگه اینجوری بخواد پیش بره احتمالاً تا چند سال آینده نسل این معلمای ریزنقش با سواد سیبیلوی اخمالو با جذبه نقلی مقلی منقرض میشه و به جاش یه تعداد مانکن قد درشت پوست صاف دماغ عملی ورزشکار قربونت برم الهی بچه قد و بالای چه هیکل روبرایی وای که چقدر تو ماهی جایگزین اینا خواهد شد. نکنید آقا، با روحیات و احساسات ما ور نرین لطفاً. دست بردارین از این کاراتون. با نوستالژیای ما بازی نکنید آقا. آهای معلم بد چقدر جریمه باید، آهای معلم بد چقدر جریمه باید، چند تا ستاره بسه برای جمع و منها، برای ضرب و تقسیم تا کشف این معما. مسابقات جهانی کشتی آزاد فرانسه هم که این روزها خیلی داغ بود. ما هم موقع آماده سازی این برنامه تو حال و هوای همین مسابقات بودیم که ناخودآگاه یه چیزای این وسط متبادر شد. با نام و یاد مقام عظمای ولایت و درود به روح پرورزش امام کشتی بگیر، با گزارش مسابقات جام بین‌الحوزوی کشتی آزاد مراجع تقلید با شما هستم. تا لحظاتی دیگه دو کشتیگیر ولایت مدار وارد تشک خواهند شد و برای کسب مدال آتش به اختیار با یکدیگر به مبارزه خواهند پرداخت. همکارم آقای بیابانی اشاره میکنن که هر مبارزی که بتونه حریف رو شکست بده قطعاً برنده این مسابقه خواهد بود. آیت الله علم الهدی با دوبنده مشکی از سمت چپ وارد میشه، سردار فیروزآبادی هم با دوبنده مشکی از سمت راست وارد تشک میشه. هر دو کشتیگیر با دوبنده مشکی وارد تشک شدن. از بیرون تشک آیت الله مشکینی به سرداورها اعتراض میکنه و عمامه‌شو وسط تشک پرت میکنه. میگه که نباید هر دو مبارز دوبنده مشکی داشته باشن. از بالا فصل الخطاب میاد و داور اعتراض رو قبول نمیکنه و دستور به ادامه مبارزه میده. هر دو کشتیگیر در دسته به علاوه 150 کیلوگرم شرکت کردن. داور دستور به شروع بازی میده. فیروزآبادی میره که زیر دخم آیت الله علم الهدی رو بگیره، نه برای دخم نرفت. شاید بخواد بزکش رو امتحان کنه اما نه، زانو میزنه و دستای حاج آقا رو میبوسه. الان وقتشه که علم الهدی بره که کنده افلاک رو مال خودش بکنه، اما حریف چغره گتو قرص وایساده، باید از این موقع استفاده کنه. 1 دقیقه و 5 ثانیه از وقت این کشتی گذشته. نه نمیره، این کارو نمیکنه. تو سر و کله هم میزنن. به نظر میرسه که هر دو کشتیگیر از نتیجه راضی ان. مقام عظما هم که راضی و مرضیه دست همو میگیرن. خلاصه از تشک میان بیرون و یه پروژه نون آبدار دیگه و جدید رو با هم شروع میکنن. خسته نباشی آیت الله، خدا قوت سردار. یا باید تسلیم بی‌عدالتی می شدم یا مسئولیت خود را در قبال آنچه بازماندگان اعدام‌های متعدد بر دوشم گذاشته بودند انجام می دادم. یکی از دشوارترین انتخاب‌های زندگیم همین بود. ماندن یا رفتن. اگر می ماندم به ادامه می دادم باید راهی اوین می شدم. روزها و شبهای بسیاری را در جدالی سخت با خود گذراندم. رها کردن هرچه داشتم، دل کندن از بهشت زهرا و باغچه ریحان، دلتنگی برای پدر و مادر سالمندم، دوری از فرزند و همسر، جدایی از مادران داغدار و دوستانم و از همه سخت‌تر دور شدن از آن همه زن و مردی که با چشمهای اشکبار و سینه‌های سوخته قصه‌های هول‌آور اعدام عزیزانشان را برایم گفته بودند. در نهایت
عزم جزم کردم که پیام رسان مظلومیت ریحان و دیگر ستم دیدگان و زندانیان و خانواده های اعدام شدگان باشم. آنچه که شنیدید بخشی از یادداشت خانم شعله پاکروان، مادر دلسوخته ریحانه جباری بود که خوشبختانه از کشور خارج شده و همونطور که خودشون گفتند اومده تا صدای مظلومان و اعدام شدگان باشه. ما برای این مادر مقاوم آرزوی سلامتی میکنیم و پاینده باشی مادر. یه قاب عکس تو دستشه بدون این که خسته شه، نمیذاره یه لحظه هم چشم ستاره بسته شه. اسم جگر گوششو هی تو کوچه ها داد میزنه، مگه یه مادر میتونه دل از جوونش بکنه؟ میگه ای عزیزترینم تا نفس دارم تو سینم، به خدا یه لحظه از پا نمیشینم. تو نرفتی دل گواهه، هر کی گفته اشتباهه، میشکفی با اون